سلام، به کانال یوتیوب گیملند خوش آمدید. قرار بهتون کلی بازی خفن معرفی کنم که بتونید با روزانه کمی وقت گذاشتن پول خوبی در بیارید. خب اولین گیممون رو میخوام براتون توضیح بدم. واقعا اثبات برداشت داره و آنی پول واریز میشه به حسابتون. من خودم این بازی رو انجام دادم و برداشتم کردم. واقعا این بازی بی‌نظیره. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. بریم که بازی رو معرفی کنم بهتون. قبل از معرفی بازی میخوام یک نکته رو بهتون بگم. برای بازی کردن این گیم نیاز به یک فیلتر شکن داریم. اگه فیلتر شکنتون به هر دلیلی کار نکرد، VPN جامپ رو نصب بکنید. داریم مشاهده میکنید تو صفحه یک کادر سفید رنگ که داخلش یک الگوی آبی وجود داره. اسمش جامپه. سرعت خیلی خوبی داره و کاملا هم رایگانه و میتونید با این فیلتر شکن وارد این بازی بشید. ما علاوه بر فیلتر شکن نیاز به یک ولت داریم یا همون کیف پول. ولت آف ساتوشی. داخل کادش زرد رنگی دارید مشاهده میکنید. این اپو میتونین از بازار دانلود بکنید. به خاطر اینکه ما بتونیم این ارزهایی که از این بازی به دست آوردیم و برداشت بزنیم نیاز به این ولت داریم. در آخر بهتون توضیح میدم که قرار چطور ما اینو برداشت بزنیم. کاملا مطمئنه و اثبات برداشت آنی هم داره. خب اسم بازی چیه؟ توربو 84. ورود کنیم به بازی. ما ورود کردیم به بازی. قبل از اینکه بازی رو شروع بکنیم بفهمی به چه رواله میخوام یه سری توضیحات رو بدم خدمتتون. بالای صفحه رو نگاه بکنید نوشته یه دونه 26 بغلش هم یه دونه 6 بیت کوین علامتش هست اگه مشاهده بکنید. خب اینا چی هن؟ 26 یعنی این که من تو بازی قبلی 26 تا پرچم به دست آوردم. خب از اون قبل من یه سری بازی انجام داده بودم که تونستم 6 تا ساتوشی به دست بیارم. خب حالا ما چطور اینا رو به دست بیاریم؟ میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. تپ تو پلی رو میزنم که بازی رو شروع بکنیم. با چپ و راست کردن اینطوری مانع ها رو رد میشیم. این سبز رنگا باعث میشن سرعت ما زیادتر بشه. خب قرار ما همینطوری از این مانع ها رد بشیم. توی صفحه نشون داده پرچم بنفش 0 نخل 0. این ورم که سرعتمون رو نشون میده. ما قراره این پرچما رو بخوریم. هر چقدر که تعداد پرچمامون بیشتر باشه ما اون همه میتونیم بیشتر ارز ساتوشی دریافت بکنیم. خب حالا بالای صفحه تایمر رو میبینید. را این نوشته. حالا ثانیه های قبلی داره تمام میشه. الان یک دوره دیگه شروع میشه. به چه دردی میخوره این دوره؟ الان بهتون میگم. این بازی اینطوریه که هر یک ساعت یک بار این پرچمایی که ما به دست آوردیم و میاد اینا رو با هم دیگه ارزیابی میکنه ببینیم ما چقدر پرچم داریم. با توجه به اون پرچما به ما ارز ساتوشی شامل میشه. خب حالا ببینید یک ساعت قبلمون تموم شده 59 دقیقه. یک ساعت دیگه از اول شروع شده. الان اون پرچما که من قبلا خوردم تبدیل شده. با هم دیگه میریم نگاه میکنیم که قبلا 6 تا بود الان چند تا شده. یعنی برای 26 تامون میخواد چقدر بده. با هم دیگه نگاه میکنیم. حالا اگه ما بازی رو کامل یاد گرفتیم و هدف بازی رو فهمیدیم بریم به مراحل دیگهش برسیم. این نخلا گفتم. نخلا چیه؟ نخلا باعث میشه که ما ماشینمون رو بتونیم تقویت بکنیم. هدف ما اینه که این پرچمای بنفش رو به دست بیاریم که قرار این پرچما به ما پول بده. حالا این ریسیو رو میبینید. اگه ما این ریسیو رو بزنیم از 100 تا عدد نخلامون کم میکنه تا ما بتونیم ادامه بازیمون رو انجام بدیم. ببینید به این شکل وارد بازی شدم. حالا من باز میسونم خودم رو که توضیحات دیگر رو بدم خدمتتون. حالا ما چند تا داشتیم؟ 6 تا داشتیم قبلا. خب خودم 6 تا داشتم. بالای صفحه نگاه بکنید 6 تا من ارز ساتوشی داشتم. بعد 26 تا داشتیم. این 8 تا مال این جدید است. این 26 تای ما تبدیل شد جمع کل با هم 8 تا. قبلا هم 6 تا داشتم. 2 تا اومد رو شد 8 تا. حالا برداشت اینو بهتون نشون میدم. حالا ما برمیگردیم به بازی. این بالای صفحه سمت چپ این 3 خط رو میبینید. اینو میزنم. نوشته درا این 58 دقیقه. خب ما اینو میزنیم. واردش که شدیم یه توضیحات در این قسمت بهتون بدم. اینجا یه استخره. استخر به چه دردی میخوره؟ ببینید نوشته 6 تا بازیکن داره. 6 players نوشته پایین. یعنی الان تو این تایم 6 نفر وارد این بازی شدن و در کل 122 تا تیکت جمع شده که این 122 تا میشن 251 تا ساتوشی.
اگه ما هم میخوایم بازی بکنیم و وارد این استخر بشیم بهمون پول میده. خب این قسمت رو که فهمیدیم میایم قسمت بعدی earn sats، همون یعنی ساتوشی. الان من اینجا 2 تا دوست دارم. از این 2 تا دوستم که معرفی کردم به این بازی 37 تا ساتوشی به من رسید. یعنی اون هر چقدر بازی میکنه و برداشت میزنه به منم میرسه از برداشتای اونه. حالا بهتون نشون میدم که چقدر و چطور قراره برسه. شیر لینک رو وقتی که میزنیم میتونیم این لینک این اپ رو داشته باشیم و بفرستیم به دوستامون. هر کی هم که رفرالش بیشتر باشه، این تعداد دوستاش بیشتر باشه، بیشتر موفق تره دیگه، چون که اونا زیاد بازی میکنن و طبیعتا به شما هم ساتوشی قرار شامل بشه. اینم به این شکل. حالا ضربه رو میزنیم، میایم این پایین علامت خونه هستش قرمز رنگ میزنم. اینجا میتونیم ماشینمون رو عوض بکنیم با اون نخلاقی که گفتم بهتون. نمیدونم موتورش رو عوض بکنیم یا یک نیترو بهش اضافه بکنیم سرعتش بیشتر باشه، یا مثلا یه آهنربا بخریم که بتونیم از این پرچمایی که داریم خودش جذبش بشه و خودش اونا رو بکشه به خودش. اینا رو میتونیم با اون نخلا خریداری بکنیم. ضربدر رو میذاریم قسمت شاپ هستش. ببین اینجا گفته که این همه باید پول بدی تا اینا رو به دست بیاری. توصیه من اینه که اصلا پول وارد بازی نکنیم و اومدیم اینجا بازی بکنیم و پول به دست بیاریم. نیومدیم که اینجا پول بدیم و یه چیزایی رو بخریم. من اصلا توصیه نمی کنم که برای تمامی بازی ها شما پول وارد این بازی بکنید. هدف اینه که شما پول بکشید بیرون، نه اینکه پول واریز بکنید. به این قسمت کاری نداشته باشید اصلا. این قسمت اولی اونایی که مثلا سرعتشون زیاد بوده، نمیدونم نفر اول رو نشون میده، اینطوری که نفرات اول رو نشون میده. حالا ما چطوری از این بازی برداشت بکنیم؟ برداشتمون اینه، بازی روی صفحه نوشته 8، دیدین علامت صورتی رنگ هستش بالا میبینین. من اونو میزنم. ببینید من قبلا چقدر برداشت کردم. این ویو پرایزز رو میزنم. ببینید من چقدر اینجا برداشت کردم. این علامت های صورتی رنگی که هست این از دوستان بهم اومده، اونا که معرفی کردم. ببینید حالا زیاد برداشت کردم اینطوری. خب حالا ما میخوام اینو برداشت بکنیم. اینجا 2 تا ولت نشون میده، سپید ولت آف ساتوشی. این سپید ولت رو من نصب کردم، کار نکرد، یعنی آدرسی که دادم بهش رو قبول نکرد، درست نیست. شما این ولت آف ساتوشی رو نصب بکنید که خیلی هم خوب و معتبره. این کلایم وقتی که من میزنم ببینید ولت آف ساتوشی میگم این 8 تا ساتوشی رو من میخوام در بیارم. علامت رو میزنم، میگه پلیز ویت. خب داره اتومات وارد این ولت من شد. من این ولت رو قبلا نصب کردم. ببینید این پر کردن رو میزنم، 8 تا ساتوشی من میخوام دریافت بکنم. پرداخت شد آنی. الان من 187 تا ساتوشی توی این ولت هم دارم. 100 تا هم که قبلا داشتم و برداشت کردم تو صرافی نوبیتکس برداشت کردم. آنی همون لحظه به خدا شاهد واریز شد. ببینید 187 تا دارم. الان ما چطوری این ولت رو برای خودمون ثبت کنیم؟ توی این قسمت 3 نقطه وقتی که ما میزنیم اینجا کادر سبز رنگ هستش. توی این کادر سبز رنگ ما میریم ثبت نام رو انجام میدیم. اونا که ثبت نام نکردن قلبش قرمزه، وقتی که ثبت نام کردین سبز رنگ میشه براتون. خب اینم به این شکل. اینجا من برداشت کردم، الان 0 و 8 هم از قبلی دارم. اینطوری. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و کانالمون رو سابسکرایب بکنین و لایک فراموش نشه و اگه فکر میکنین به درد دوستاتون میخوره این ویدیو رو به دوستانتون ارسال بکنید. خب اینم بهتون بگم، حالا اگه ما این ارزا رو که وارد این ولت آف ساتوشی کردیم بخوایم اینا رو برداشت بزنیم، چطور قراره از این ولت برداشت بزنیم به صرافی که اینو به پول نقد تبدیل بکنیم؟ حالا هر صرافی دیگه که داشتید، من از نوبیتکس استفاده میکنم. خب میایم اینجا ارسال. وقتی ما این ارسال رو زدیم وارد همچین چیزی میشه. یا میتونیم اسکن بکنیم از اگه گوشی دیگه باشه صرافیمون، یا هم بیایم اینجا این عدد شکل کیبورد مانندی است، اینو میزنیم نوشته اینتر لایتینگ ادرس، یعنی ما باید بریم توی صرافی نوبیتکس یا هر صرافی دیگه. وقتی که بیت کوین رو سرچ کردیم روی شبکه لایتنینگ بود آدرس رو برداریم، نوشته تعداد چقدر. حالا من اینجا 187 تا داشتم، می‌نویسم 187 تا من ساتوشی دارم. برای اون مقدار برای من یک آدرس ایجاد میکنه
اون آدرس رو که از اونجا کپی کردم میام اینجا پیستش میکنم. بعد که پیست کردم ارسال رو میزنم، در عرض 1-2 ثانیه وارد صرافی من میشه. این نکته هم یادتون نره که این بازی رو براتون توی پایین ویدیو میذارم، اگه خواستید میتونید از اونجا دانلود بکنید. سابسکرایب فراموش نشه، کامنت و لایک فراموش نشه. اگه زنگوله رو فعال بکنید در ویدیوهای بعدی که قراره بذارم به شما اطلاعیه میاد و به راحتی میتونید ویدیوهای منو مشاهده بکنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.